یه بار میخواستم خانواده‌مو سورپرایز کنم، بهشون نگفتم دارم میام ایران. رسیدم فرودگاه و اومدم بیرون، گفتم حالا برم ماشین نگیرم سیگار بکشم. شنیده بودم اونجا امن نیست، ببینم اوضاع چه خبره. سیگار میکشیدم، یه بنده خدایی هم اونجا بود. یه ذره از خودمون گفتیم، مثلا من گفتم آلمان زندگی میکنم 9 سال اونجا، این حرفا. اون از خودش گفت و بنده خدا خانواده‌اش سرطان داشت، امیدوارم که سلامتش رو دست آورده باشه. یه ذره واقعا قصه خوردیم و سیگار کشیدیم و اینا. گفت حالا اگه میخوای بری تهران برسن، من راننده نیستم ولی اگه میخوای بریم. نه اعتماد کردم بهش، گفتم بریم. نشستیم تو ماشین، من خستگی در کردم و دستامو باز کردم و گفتم آخه ایران راحت. با یه حالت جدی گفت کمرتو ببند. بعد جا خوردم، گفتم که اینجا باید ببندم؟ بعد گفت نه اینجا مجبور نیستی، فقط چون از آلمان اومدی. گفتم شوکه نشی. یعنی هر جا هستی رفیق، بخت باد یار و همراه باشه. این سوال از من پرسیده میشه که دلت واسه چه چیز ایران تنگ میشه. همین این مثال خیلی خوبشه، حس شوخ طبیعی. این که ما توی 10 دقیقه با هم گپ میزنیم، سیگار میکشیم، زار و زندگی همو میریزیم، مثلا قصه میخوریم، شوخی میکنیم، این هر جایی پیدا نمیشه.